مطابق مقررات این کنونسیا دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد تاکید می‌نماید که گنوسید نوابسته از آنکه در دوره صلح و یا جنگ صادر شده است جنایت به حساب رفته معیارهای حقوقی بین المللی را پایمال می‌نماید. در مجموع معیارهای حقوقی کنونسیای مذکور مسائل زیرین را به تنظیم می‌دارد. گشوده دادن مفهوم گنوسید کردارهایی که نسبت آنها جزا پیش بینی می‌شوند و جوابگری حتمی جنایتی کشیدن شخصانی که گنوسید صادر نمودند، اندیشیدن چاره‌های ضروری طبق قانونگذاری با مقصد پیش بینی نمودن جزا نسبت گنوسید، تطبیق اعتبار پیدا کردن کنونسیا و همراه شدن به آن و غیره را پیش بینی می‌نماید. باید تاکید ساخت که طبق معلومات رسمی کاتب ژنرالی سازمان ملل متحد 146 کشورهای جهان از جمله کشورهای دولت‌های مستقل به مانند ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوا، روسیه، اوکراین و ازبکستان اعضای کنونسیای مذکور میباشند. نوبسته از آن که تاجیکستان اعضای کنونسیای ذکر شده نباشد هم گنوسید مطابق کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جنایت اعتراف شده است. همزمان باید تاکید کرد که همراهشوی تاجیکستان به کنونسیای نام برده پهلوهای مثبت اقتصادی و تجارتی نیز دارد. از جمله لازم بر یادآوری است که اتحاد اروپا قاعده‌ها عاید به تطبیق نظام عمومی امتیازها را به قرار مشترک شورای اروپا و کمیسیون اروپا از 25 اکتبر سال 2012 قبول کرده است. در اساس مقررات قاعده‌های ذکر شده اتحاد اروپا به کشورهای رو به انکشاف امکانیت می‌دهد که ضمن وارد نمودن مال و محصولات به بازار اتحاد اروپا از آنها باج‌های وارداتی ستانیده نشوند. موافق ماده 9 قاعده‌های ذکر شده یکی از شرط‌های مهم تطبیق امتیازهای تجارتی نسبت کشورهای رو به انکشاف این همراه شدن کشورهای رو به ترقی با 27 کنونسیاها و پروتکل‌های بین المللی میباشد که کنونسیای مذکور از جمله آنهاست. باید اشاره کرد که همراهشوی تاجیکستان به کنونسیای مذکور اینچنین خصوصیت مثبت سیاسی داشته نفوذ و منزلت تاجیکستان را در سمت تأمین احترام و رعایت حقوق انسان در نزد شریکان اروپایی و آمریکایی تحکیم می‌نماید. موضوع همراهشوی تاجیکستان به این کنونسیا بارها در مشورت‌های سیاسی دوجانبه با کشورهای اروپا و آمریکا اینچنین در مکالمه‌های دوجانبه عاید به حقوق انسان مورد محاکمه قرار گرفته بودند. با نظرداشت عاقبت‌های سیاسی و اقتصادی اظهار شده محترم وکیلان مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان احترامانه خواهش کرده می‌شود که همراهشوی تاجیکستان به کنونسیای نام برده جانبداری کرده شود.